بنابر خبرهای رسیده در محبس شهر وحدت معروف با نام زندان کرپیچنی زد و خورد سر زده است. یک منبع در نهادهای انتظامی تاجیکستان گفت که درگیری بین اعضای محکوم شده حزب التحریر و زندانبانها شام 19 می اتفاق افتاد. این اطلاع را منبع دیگر نیز تصدیق می کند و گفته می شود در این درگیری چندین نفر کشته و زخمی شدند. درباره قربانیان منابع غیر رسمی گزارش دادند، اما مقامات شماره زخمیان و یا کشته شده ها را اعلان نکردند. سبب‌های حادثه و جزئیات آن نیز دقیق نیست. مقامات رسمی تا به حال حادثه را تصدیق و یا رد نکردند. بعضی از ساکنان میگویند که چند ماشین یاری تعجیلی، گروه زودعمل و آتش نشان‌ها به طرف محبس شهر وحدت رفتند.